سلام علیکم و علیکم سلام. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 32، حالا من نمیدونم 31 نوشتم یا 32 نوشتم، فکر کنم 32. حالا بذارید ببینیم 30 چندم هست. 32، بله. با برنامه 32 مهندسی جهل در خدمتتون هستم و با آنکه میدونم دیر وقته، اما راستشو بخواید امروز خیلی هم خسته بودم، میخواستم دراز بکشم و تلویزیون تماشا کنم، ولی دلم برای کتاب تنگ شد. گفتم برم و یه 2 کتاب رو آشنا بشم باهاش. شاید دوستانی هم بخوان علاقمند باشن و بخوان کتاب رو ورق بزنن. خب دوستان، همونطور که میدونید ما از کتاب چیز استفاده کردیم، از ببخشید من برم اینجا، ما از تلگرام، کانال تلگرامی آذرباش جناب آذرباش استفاده کردیم. از کتابخونه ایشون کتاب ها رو دانلود میکنیم و تلاش میکنیم که بخونیم. دیروز 2 کتاب رو معرفی کردیم که به نظر من هر دو جالب بود و امروز اجازه بدید که مشک ایغوری رو هم سوره نساء رو، اسم کتاب رو اینجوری نوشته بودن. مشک ایغوری رو هم که دیدیم، یه بخشش هم فارسی بود. داخل جلد رو باز کرده. حالا اینجا 1183 رو میبینیم و مهر احتمالاً یا صاحب کتاب رو یا واقف کتاب رو همینجا میتونیم ببینیم. واقف کتاب، بله، واقف کتاب بنده مولانا عبدالرحمن یا عبدالرحیم نافذ. حالا من اینو نمیتونم بخونم، این خطا رو خیلی باز این کتاب هم تو کتابخونه سلیمانیه موجود هست دوستان. اول هوال معین، فهرست سیاهان به نظم همدمی. اجازه بدید اینو یه ذره بزرگش بکنیم ببینیم چی میگه. فهرست شاهان، ببخشید اینجا نقطه داره 3 تا. فهرست شاهان به نظم حمدی، سلطان عثمان ابن ارطغرل غازی ابن سلطان خان حاکم ماهان. این ظاهراً، حالا اگر اینجا کسی نباشه، این یک کسی اینجا نوشته سلطان عثمان ابن ارطغرل، یعنی این فرزند ارطغرل که الان سریالش هم میبینید، عثمان، گارا عثمان میگن اونجا، این گارا عثمان رو داره میگه که فرزند سلیمان، یعنی ارطغرل فرزند سلیمان هست. این ماهان، حالا ماهان کجا هستش و اینا باید دید که کجا هست. خطالردن امین اله آل عثمانی چون ettin bunları sen اهل اسلام نگهبانی. Bu nesl پاک دین محمد تقوا buldu. Bu nesl پاک دین محمد، ببخشید، bu nesl پاکla din Muhammed takviye buldu. Şeref bəxş oldu dine bunların ayin erkani. İtaat üzredir şer'i mubine daima bunlar. İtaat üzredir şer'i mubine daima bunlar. Goydur hak bu kim? Goydur hak bu kim? Bu hanedanın صدق و ایمانی. Adalet şücaat sehavet mürüvvet nizam alem için ettiler sa'y faravani. Edindim bunların
edimdim bunların tarihi dikkat edip معلوم گتردم نظم لطف حقی لفهرست شاهانی. اسم کتاب فهرست شاهانه. پس اینجا گفته سلاطین شمایلی کیملیی این بالا، ولی اینجا خودش یه اشاره میکنه که این فهرست شاهانی هستش. اوله تا هر کسین ظاهر نشانی جمله تاریخ گله هر söz که نظم و آردانın نظم آرداردانın حفظ امکانی. این نمیدونم یعنی چی. نظم واردر آنون حفظ امکانی. پس اینجوری میشه اوله تا هر کسین ظاهر نشانی جمله تاریخ گله هر söz که نظم واردر آنın حفظ امکانی. Edip موزون همبار oldu bu شاهنامه اجمالی. این یه شاهنامه است در حقیقت، داره میگه مثل شاهنامه دیگه. هم رجا اولدور öle معذور اگر varınsa nuksani varılsa nuksani. رجا داره میکنه، خواهش میکنه. رجا عربی، کلمه عربیه به معنی خواهش. رجا اولدور öle معذور بدونید اگر وارانسه اگر به یک نقصانی برخوردید. گنون اولی سلطان اسم ابن ارطغرل. گمونون احتمالا این میم نوشته میشه. گمونون اولی سلطان گمونون میشه. نه گمونون نمیدونم این چی بخونیم. گونون اولی سلطان عثمان ابن ارطغرل که öldür cümleden اول گویان رسم جهانبانی. علاءالدین سلجوقی edip تبل علم ارسال محصل 699 خطبه عنوانی. در سال 699 خطبه خونده به عنوان اینکه پادشاه بشه. یعنی اگر سلطان عثمان، اگر ابن ارطغرل رو یعنی سلطان عثمان رو اگه اولین شاه عثمانی بدونیم، ایشون در سال 699 خودش رو شاه اعلام کرده. 27 yıl سلطنت sürdü adaletle. 20 به علاوه 7 یعنی 27 سال سلطنت رو ادامه داده. bu devlette bu vaziyeti گمو ترتیب دیوانی. ببینید اینجایی که گمو میخوندیم همونه، این گمو بوده. گمو احتمال میدم همو باشه. تا بسراه اینجا هم که چیز هست. اینجا هم گفته حالا عثمان کیه؟ سلطان عثمان پسر ارطغرل غازی که اونم پسر سلیمان خانه که حاکم کجا بود؟ حاکم ماهان. حالا این کتاب رو یه ذره کوچیکش بکنیم ببینیم که این عکس کیه. نقاشی هست، عکس نیست ببخشید. سلطان اورخان ابن غازی عثمان خان. خب پس این احتمال میدیم که عکس سلطان عثمان باشه. حالا دوباره احتمال میدم این شعر دیگه ای رو داره میخونه، بذارید ببینیم چی هست. جهانی بی بگادن از مدب او سرور عالم yerine gördü layık oğlunu سلطان اورخانی. حالا این پسرش سلطان عثمان پسرش به نام اورخان رو جانشین خودش کرده. Culus etti 726 salinde به تخت نشست در 726 salinde.
726 در سال 726 این اورخان به سلطنت رسید. Cülus ettiği 726 salinde saadetle 35 yıl cehanın oldu sultanı. 35 سال این هم پادشاهی کرد. غذایه صرف edip اوقاتنی هیچ turmadı خالی. تورمدی همین دورمادی، اینو دیدیم که چند بارم گفتم در زبان ت چند حروف به همدیگه تغییر میکنه، مخرج حروف ها تغییر میکنه. یکی از اونها دال و ت هستش، ت دسته‌دار که خیلی به دال نزدیکه، در نتیجه اونو چیز میکنن. دورمدی یعنی دورمادی، نه ایستاد از جنگ در این 35 سال. مسخر ایلیوب تدریج الاطراف بلدانی bu gülzar fenadan ölde etti عاقبت رحلت، در نهایت هم رحلت کرد. او سر و باغ دولت gitti عقبای خرامانی. او سر به باغ دولت gitti عقبای خرامانی. این فارسی که من خوندم دوستان باعث میشه که اینجوری، و به خصوص که کتاب رو برای اولین بار باز میکنیم، خب اینم در نظر داشته باشید. دوباره تا به سرا. حالا در صفحه بعد ظاهرا اینجوریه که در صفحه بعد میاد و توضیح میده. مثلا اینجا در مورد سلطان سلیمان توضیح داد که اینجا هم در مورد پسرش اورخان توضیح داد. حالا این که دوباره اینجا در مورد یک سلطان دیگه صحبت میکنه، سلطان مراد ابن سلطان اورخانه المعروف بغازی خداوندگار. اسم ایشون مراد، سلطان مراد که گفتیم خیلی هم کتاب در عصر این نوشته شده. این اسمش بیشتر معروف به غازی خداوندگار، جنگجوی خداوندگار. وله، حالا این ولد چی هستش و اینا من اینو رو دیگه نمیدونم، احتمالاً ولده یا وله هستش، اینا نمیدونم. اگه ولد باشه که میدونیم، ولی وله باشه و اینا احتمالاً یه مثلا نمیدونم یه چیزی رمزی یه چیزی هست. جلوس دیگرینه اوغل غازی خان مراد آنون، وقتی که اون اورخان به رحمت ایزدی پیوست، پسر از خان مراد به جای اون جلوس کرد. تمامت روم ایلین فتح ادی آتد کافرستانی. این تمام روم رو فتح کرد. ایلین، تمام روم ایلین فتح ادی آتد کافرستانی، میگه راه برای کافرستان رو هم باز کرد که بره فتح بکنن. جلوسینه 700 61 olur تاریخ. ایشون در تاریخ 761 به جلوس کردن. بودر الحق سلاطینون شجیع مرد مردانی. ایشون هم که از شجاعترین مردان سلاطین هستش. 31 yıl sürüp devlet غذا یولنده سر وردی. 31 سال پادشاهی کرد و در جنگ، در راه جنگ سر داد. شهادت ل او سرور حاصل دی قرب رحمانی. ایشون با شهادت به قرب رحمان رفت. تابع قدره یا قدره، اینو دیگه اینا رو هم دیگه نمیدونم. بعد دوباره شاه بعدی رو میبینیم که تقریبا میبینید دوستان این در یک تاریخ از شاهان مختلف عثمانی و درباره هر کدوم هم یه شعر با شعر اینها رو تاریخشون و اینا رو گفته. چیز بسیار جالبیه. ببینید این کتاب اگه بتونیم یه تاریخ پیدا بکنیم ازش، این اونبش 16 شاه 16 هم. این خیلی جوان بوده، نگاه کنید، ولی اهل جنگ و اینا، کمانش هم دستش هست. سلطان مرادخان رابع، 4مین مرادخان هم وجود داشته. فاهده بغداد ابن سلطان احمد خان، ایشون هم
این هم این کیه؟ احتمالا همون باشه، احتمالا عکس اون باشه. و اینجا سلطان ابراهیم خان ابن سلطان احمد خان تاب سراح. خب میبینیم که در مورد احتمالا سلطان‌های 36 گانه اینها، حالا بذارید ببینید سلطان سلیمان رو میتونیم پیدا بکنیم. من بذارید ببینیم نکنه رد کردیم. سلطان ابراهیم خان، بریم ببینیم خدایا. من سلطان سلیمان اینجاست. سلطان سلیمان خان ثانی، این دومین سلطان چیز هستش، سلطان سلیمان هستش. لیبیا با اثرده اتمامش چون همدمی مرحوم، جلوس خان محمدن زیاده خامه جنبانی، یا تحریر ایلمیشت biz müzəffər ölmədik yoxsa, o əsnalar anında əhd ömrü buldu payani. Əcəb bir həmdəmi yox miydi anın. حالا بذارید اینو یه ذره بزرگش بکنیم چشمون ببینه حداقلش چی داریم میخونیم. عجب bir həmdəni yox miydi anın ki etmedi تزییل ستانبول شهریارانی bu نظم شهریارانی. حالا داره ظاهرا ایشون احتمال میدم من نمیدونم، احتمال میدم در خونه بابت زهر چیزی کشته شده. داره میگه که مگر اون چیزی نبود، همدمی نداشته، شایدم نمیدونم. حالا اینو من نمیدونم دیگه. بالاخره ما از تاریخ ترک ها متاسفانه ما تاریخ غربی ها رو خیلی خوب میدونیم. یعنی متاسفانه ما تاریخ غربی ها رو کدوم قرارداد رو کجا نوشتن رو میدونیم. در فلانجا چه چیزی گفتن، درباره فلان چیز چه چیزی گفتن، جمله هاش هم میدونیم، کتاباشون رو خوندیم، مدرسه و دانشگاه و همه جا. از تاریخ غربی حرف میزنیم، از تاریخ خودمون که حرف نمیزنیم. حالا به فارسی به ترکی که اصلا حتی در خود ترکیه هم با و کشورهای دیگر ترک هم با تاریخ ترکی یک نوع دشمنی هست و این دشمنی متاسفانه به فرهنگ عمومی بدل شده. در نتیجه ما در مورد شاهان و امپراتوران و خاقانهای ترک چیزی متاسفانه نمیدونیم. خدا پدر اردوغان رو بیامرزه و به خودش عمر بده که اومد در دوره این لااقل چند تا سریال در مورد این حاکمیت های ترک ساخته شد. ما یه مقدار فهمیدیم که آقا سلجوق چیه، فلان کس که یعنی دوره سلجوقی رو یه مقدار شناختیم، دوره عثمانی رو داریم یه مقدار مثلا از این فیلم ها میبینیم، متوجه میشیم که این سلطان ها چیکار کردن، یا بعضی از چیزها رو داریم از همونجا یاد میگیریم. یعنی واقعیتش اینه که اگر این مرد بزرگ هم نیومده بود احتمالا ما برای خیلی سالهای دیگر هم در مورد شاهان ترک هیچ چیزی نمیدونستیم جز توهین هایی که به اینها میشه. شما فکر بکنید که الان ما بتونیم یه حکومتی در آذربایجان در ایران بذاریم، تأسیس بکنیم و اینها بیان در مورد قاجار و افشاریه و صفویه و بعد از قبل از اونها تک تک اینها رو بیان فیلم بسازن در موردش و بگن هیچ کارها کردن. شخصیت های بزرگ تاریخی آذربایجان که ترک که تقریبا بگیم مقبور شدن بهتر، یعنی به قبر رفتن. یعنی اصلا ما در مورد اینها هیچی نمیدونیم.
دیگه عوض میشه. از اینجا به بعد نگاه کنید دوستان، از اینجا به بعد این لباس ها، فرم لباس دیگه عوض میشه از سلطانچی. حالا این چقدر هم برای این شعرش بزرگه، بلنده. این کتاب در 142 صفحه نوشته شده، 40 صفحه نوشته شده. از اینجا نگاه کنید لباس ها عوض میشه، تقریبا غربی میشه دیگه. یعنی اگر بدونیم این شاه کی هست، میتونیم بگیم از من اون حرفی که گفتم سلطان عبدالمجید، این عبدالمجیده. از دوره عبدالمجید به بعد یواش یواش ما حتی شاهان، خود عبدالحمید هم که سریالشو دیدیم، من دیروز گفتم که به این رو لطفاً توجه بکنید، به اون سریال. در اونجا خود اون هم میبینیم که با لباسهای غربی میاد، یعنی فقط کلاهش چیز هست. و از اون لحظه دیگه البته تا اونجا دیگه خیلی کار شده. فراماسون ها تونستن وارد سیستم بشن، سیستم رو بخرن، از درون این آدم های طماع فلان رو بخرن با پول و ثروت و تهدید و زن و مشروب و وعده این که شما فلان میشید و بهمان میشید. اینها رو خریدن و متاسفانه سلطان عبدالعزیز خان ابن سلطان محمود خان تا به سراح آخرین سلطان نیست دیگه این، چون بعد از این هست چند تای دیگه هست، اینها رو ننوشته. تاریخ خلعی ایشون در 1292 خلع شده، ارتحال‌لری 1293، در 1296 فوت کرده. در تاریخ عکس هست از اینا دیگه، البته اینم نقاشیه. ایشون حالا اینجا من متاسفانه در این چیز، البته اگه بخونیم حتما داخل این یه تاریخی براش پیدا میکنیم. چکب سیف عدالت بخش پرتوریز پرتابون جهانگیرلیش رسومن گلده اجرا açtı میدانی. چکب سیف عدالت بخش پرتوریز پرتابن جهانگیرün رسومن qıldı icra açtı meydanı. Ne tağlı eşkıyası kaldı, durundu ne bir hududi. Emin oldu seraserdu Rum ilinin şimdi her yanı. Ne gıta tarik kaldı, ne sarıktan eser kaldı ki şemşir şekiyetten mirinin hab oldu pünhani. Ne erbab tegallüb kaldı esrinde, ne cebr ehli ki sultan cehanın tuttu hala alemi şani. Neçə erbab tuğyanın kim oldu nami bil cümle, bunun dövründe buldu rahati her gerge sukkani. Umur soğuk alem buldu nezmu nırxını hala که دست شوکتinde شرع و قانون oldu میزانی. رضای حق تحصیل eylemektir daima fikri, eder icra همیشه حکم متن نص قرآنی. خب دوستان اجازه بدید بگیم اللهم الطف بعبدك سلطاننا و وفق كل مصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى رعيته وحبب رعيته إليه ووفقه لصراطك المستقيم والعمل بالوظائف الدينك القويم امین یا رب العالمین به جاه نبی الامین. من اینجا تاریخ، حالا این شعر فکر کردم که باید یه تاریخی داشته باشه، نداره. اگر ما این شاعر رو تا این
آخرین شعرش این باشه، یعنی که احتمالا این شاعر تو این تاریخ ها بوده، یعنی تو تاریخ 1200 کتاب، یعنی حدوداً 160 ساله هست، شاید تو این حدودا، شاید هم یکم بیشتر باشه، چون که دیگه ایشون به این شاه حداقل میدونیم که به این دوتا شاه شعر گفته. در نتیجه این کتاب کمتر از 150 سال عمر داره. خب دیدید که کتاب تقریبا به میتونیم بگیم که الان من اینو که خوندم تقریبا تو تبریز همه میتونن تو کوچه و بازار اینو بفهمن. به یعنی اگر عثمانی، ترکی عثمانی میگن، آقا ترکی عثمانی، ترکی عثمانی، این ترکی عثمانی هست. و ترکی عثمانی دقیقا همونطور بارها عرض کردم عین ترکی آذربایجان هستش. فرقش در این خواهد بود که ما در تبریز، در ایران، در ترک‌ها در ایران، از تحصیل استاندارد و ادبی و تخصصی و علمی زبانمون محروم نیستیم. نه، یه چیزی خیلی عمیقه. یعنی من میخوام بگم که یک کلمه باید گفت، یک کلمه باید اختراع کرد برای این. جدی میگم این کلمه رو آخه محروم یا ممنوع یا قدغن اینا هیچ کدوم اونو نمیکنه. شما ممکنه که مثلا برای در ایران مثلا مشروب خوردن قدغنه مثلا، یا ممنوع یا حرامه. اینجوری نیست. زبان ما ولی موجوده، یعنی زبان در اونجا اینهایی که حرام هستن موجوده، مردم باهاش حال میکنن، دولت مردم باهاش حال میکنن. زبان فارسی در این 100 سال تحقیر شده، توهین شده، جلوش گرفته شده. کسانی که باهاش برای این زبان مبارزه کردن زندان رفتن، اعدام شدن، کشته شدن، آتیش زدن، اینا رو از وطن جلای وطن کردن، قتل عام شدن. اگر من بخوام بگم که مهمترین کار مرحوم پیشوری چی بود، رسمیت و آموزش زبان ترکی بود که به خاطر اون حداقل 25,000 نفر تا 30,000 نفر قتل عام شدن. من یکی دو روز یک هفته پیش با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم در مورد این فکر من یه ویدیو هم گذاشتم در مورد این یخبندانی که در کانادا شد و درخت‌ها شکستن و اینا. یه ویدیو کوچیکی هم درست کردم. دوستی به مناسبت اون پیام داد که آقا من اینو قبلا دیده بودم، اونم در کانادا زندگی میکنه و گفتش که حالا ماجرای خودشو گفت وقتی من این حالت به هم رخ داد به یاد خاطره فلان کس افتادم که یه جایی یه کتابی نوشته بود، در اونجا خاطرش رو نوشته بود که آقا ما میخواستیم با ماشین از یه جایی به یه جایی بریم، در اون زمانی که پیشوری رو مجبور به فرار کردن و قتل عام صورت گرفت. میگفتش که من فکر میکنم من این خاطره رو خودم هم از چیز شنیدم، از دکتر الهی اسامی یادم نمیمونه متاسفانه، آمریکا زندگی میکنه این دکتر، از فعالان سیاسی آذربایجان هست، بیمارستان داره و اینا و فکر کنم اهل مراغه بود یا مرند، مراغه فکر کنم بود، مراغه بود و میخواست در اونجا بیمارستان بسازه نذاشتن. یعنی همه چیزو میدونم، اسمش الان یه خاطرم نمیاد متاسفانه. فکر میکنم اون دکتر هم یه خاطره تعریف کرده بود و حتی شاید من یادداشت کردم اون رو، نمیدونم. ولی به هر حال این دوستم میگفت که اون روزها که قتل عام شده بود در تبریز، مردم
شب بود و اینها با ماشین میخواستن از یه جای شهر به یه جای دیگه برن. میگفتش که ما مجبور بودیم مثلا هر چند متر پیاده بشیم، جسدها رو کنار بزنیم در خیابون که ریخته بودند، برای حرکت عبور ماشین راه باز بکنیم. دیگه شما اینو ببینید و بگید که برای این زبان، که به خاطر این زبان به سر ما چی آوردن چی نیاوردن. این ملت قتل عام شدن، دولتشون از بین رفت، برای برپایی دولت و زبان انقلاب کردن، دولت تشکیل دادن و حق طبیعی خودشون رو استفاده کردن. بعد با تهران حتی قرارداد بستن که آقا ما اینجا شما اونجا، دیگه به هم دیگه احترام بذاریم، باشه ما در ایران بمونیم، با ایران بمونیم، اما چیز باشه. بعد میان قتل عام میکنن، بعد مدارس رو تعطیل میکنن، بعد تمام، یعنی رادیو تلویزیون، یعنی چی بگم. بریم کتاب دوم، شرح دیوان علی المرتضی، ببینیم این چی هست. جلد کتاب رو میبینیم آسیب دیده متاسفانه. کتاب این صفحه داخلش رو میبینیم که خیلی زیبا در یک صفحه خطکشی شده. بعد صفحه بعدی رو میبینیم که حالا این عکس فقط کتاب رو برای یه لحظه چند صفحه رو ببینید اینها دوستان. کتاب به این شکل باز شده تا عکس گرفته بشه یا پی دی اف گرفته بشه. میبینید که اینجا فهرست کتاب رو هم نوشته، فهرست الکتاب. حالا اسم نویسنده احتمالا اینجا هستش. میبینیم این کتاب دوباره در سلیمانیه بوده. کتاب از اینجا شرح دیوان علی المرتضی کرم الله وجهه از اینجا شروع میشه دیگه. میبینید که حالا علت این که از بالا به پایین کتاب کوچیک‌تر میشه، پایین خطا مورب دیده میشه، علتش اینه که این کتاب یه مقدار بالاتر عکس رو گرفتن به طرف بالاش، در نتیجه پایین اینجوری دیده میشه و احتمالا وقتی کتاب رو باز میکنن اینجوری این خیلی به هم نزدیکه. یعنی احتمال میدم که حالا کتاب خیلی هم قطوره. بله 600 حدوداً 594 صفحه هستش. این کتاب 1186 نوشته شده، یعنی الان 1446 باشه، 14 سال از اونجا، 250 سال از اونجا، حدوداً بگیم که 270-280 سال پیش این کتاب نوشته شده. میبینید که با دو رنگ نوشته شده، قرمز و آبی، سیاه. و میبینید که من حالا اینا عینکمو بذارم که بهتر ببینم. در بالای صفحه ها شماره گذاشته شده. میبینیم اینها رو بالای یا زیر کلماتی خط کشیده شده که اینها رو هم میبینیم. حالت کتاب اینجا یه ترجمه نوشته، نمیدونیم چی هست. کتاب خیلی نسبت به قدیمی ها، یعنی کتاب های قبلی که این حدود 40 کتابی که تا الان خوندیم، در اونها فاصله سطور خیلی چیز هست و کلمات نسبتاً خیلی تو دل هم نیستن. اینجا به نظر میاد که حتی وقتی قرمز می نویسه اول مثلا با قلم سیاه نوشته یا قرمز نوشته، دوباره روش با قلم سیاه نوشته تا دو رنگه دیده بشه. کتاب یه مقدار متفاوت نوشته شده، حالت شعری داره وسطش، یعنی رنگ و جلا داده بهش. بعضی جاها رو میبینیم که سطر از اول تا آخر نوشته، وسط بعضی جاها میبینیم وسط نوشته، بعضی جاها به طرف سمت راست کتاب نوشته، شعرها رو نوشته. خب حالا برگردیم ببینیم این کتاب اصلا چی هست. صفحه اول رو اینو بزرگش بکنیم که ببینیم چی هست. صورت تقریض منظومه. بارک الله زماهی خدمت پاکیزه اثر دقت شرح دل و نادرسی روح فدا خط دلبر چبی لو. احتمال میدم این شعر، من دارم اینجوری میخونم. بارک الله، نمیتونم ماهی خدمت پاکیزه اثر
دقت شرح دل و نادرسی روح فدا، روح فدا غدا، روح غذا، یعنی ما الان غذا میگیم، این غدا. خط دلبر که بی لوح قمر، کاتب ترخ، قلم شعشعه مهری له، گر باز سر روا. حالا این چی هست نمیدونم، بقیهش هم که دیگه بذارید ببینیم چی هست. حالا صورت از سلطنت الاولیا سابقا، صورت بو شرح جلی مانند سرح علی، به توفیق رب الولی، بر طرح علی علوب خادم جمع الولان، مخدوم مقر اکثر فنوندن، گزای بتر نظم و نسرده صاحب اثر، علوم ادیبه و غریبه ده بدیع و نکات یا نکات، کابرن ان حالا این کابرن نابرن نمیتونه باشه، کابرن ان کابر، کابرن ان کابر، بر فاضل مستقیم و ذات و سوری و سوری و صوری و معنوی، جمیل صفات اولدوغی سنادید، دولت ایلیانın dahi معلوملeridir. کتاب ترکی شروع میشه، به امیدواریم که بتونیم میشه، من اینو میتونم بخونم، یعنی خطش یه شکلیه که میشه خوند. پس هر وجهیله اکرامه شایان علمقه، تطبیبی مستجلب، رضای منان المسی عیاندر. حوزل بعد التضعیف الحاج ابراهیم حنیف شارح الشفا. کتاب الشفا که در ترجمه ای ازش رو خوندیم قبلا، خلاصه شد نه ترجمه شد، خلاصه شفا رو قبلا معرفی کردیم. حالا یه آدمی هستش که اسمش هست، گفتیم که اونم از همون چیز بود، از ضعیف حاج عبدالضعیف بود، از اونم اینم عبدالضعیف الحاج ابراهیم. حالا اینم عبدالضعیف حاج ابراهیم حنیف اسمشه، دوباره من فکر کنم همونه. شارح شفا، شفای ابو علی سینا الشریف، همون کتاب، یعنی الغازی فی الماضی به محروست بروسه، سانح الفیاض فیاض ان تربان الیبوسه، کان الله له است. حالا دوستان دیگه منو ببخشید دیگه، من اینجا نمیخوام کتاب رو بخونم، اگر بخونیم که خیلی عالی میشه. این کتاب 600 صفحه‌ای رو آدم بتونه بخونه که ببینیم حالا در موضوعش چیه اینا. لله الحمد بو دیوان العنوانون علی العنوانون قائل و جامعی امجاد اجداد فردن و کذالک المرء مع من احب. دوباره فکر کنم اینجا یه مقدار ستردن و دار اولان نائل شوق فضلی فضل سوری و واصل ذوق فیض معنوی مولانا شارح مجید شرح جدید داخی اخوان همدن و همزاد مزدن علوب همزاد مزدن علوب شرح و شارح و مشروح تفخیم و تکریمه من کل الوجوه شایان المقده یکسان اولدوغی به حق خطاب علم نشره و به جاه قائل انا افسح بیریب و بییب ایاندر، بیریب و بییب ایاندر. حالا یعنی چی نمیدونم، شایدم غلط خوندم. نمقه دیگه اینجا عربی شد دیگه بدتر، یعنی این قاطی کرده با عربی اینا، خدا رحمتش بکنه، خیلی قاطی کرده درنچه من زیاد. حالا صورت دوباره کلام علی، علی کلام، کلام علی، علی کلام علی، للامام الجلیل المرتضی علی. آقا حالا متوجه شد این منظورش امام علی هست. کلام علی
علی کلام علی، احتمالا اینجا عالی میشه دیگه، عالی کلام علی للامام الجلیل المرتضی علی کرم وجه الله عزیز الولی شرح الله صدر شارحه مولانا و حلا به همراه و خلا ان اکتراء السوریه و المعنویه الصوریه و المعنویه و الالا. حالا این چیه؟ اینا رو خیلی نمیتونم حیثو، شاید یه ذره بزرگترش بکنیم بفهمیم چی نوشته، شاید هم یه ذره کوچیکترش بکنیم. حیثو املع حیازه به فیض حقایق و دقایق و اغل ریاضه. بل آقا دیگه نمیتونم، بذارید بریم یه صفحه دیگه. اینجا یه چیزی گفته، بذار ببینیم چی گفته اینجا. کما که اهلت عینی بس سودا هند الشرح الجلی بس. آقا هم عربی منم عربیم اینقدر قوی نیستش که بتونم این رو. سودة الفقیر سید محمد سعید ابن شیخ الاسلام الشیخ محمد میرزاده الشقیب خلا الغازی حالا الغازی به اسکر روم ایلی سابقا غفر لهما. روم ایلی سابقا غفر لهما. حالا اینجا اومد یکی رو معرفی کرد که شرح داده صور شارحه و فرح به بلوغ معمور سودة الفقیر از سید محمد سعید ابن شیخ الاسلام الشیخ محمد میرزاده. حالا اینو یه مقدار این آدم چیکار کرده اونا رو دیگه بدون. هازا شرح دیوان سیدنا علی ابن ابی طالب. حضرت علی یه دیوان داشته. هازا شرح دیوان، شرح میده این دیوان رو سیدنا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه للعالم العلامه و الجزء الفهامت مستقیم زاده الفهامت مستقیم زاده سعدالدین سلیمان اسعد الله المنان علام. حالا این رو هم شرحش رو چی نوشته؟ این مستقیم زاده سعدالدین سلیمان نوشته این رو. تم فهرست کتاب. حالا اینجا حرف الف از صفحه 4 شروع میشه، حرف با و اینها، حرف عین المهمله اینا دیگه تا صفحه 555 که حرف یا. شعر رو بر اساس این دسته بندی کردن، نه بر اساس موضوع، بر اساس حروف شرح دیوان علی مرتضی. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد سعادت اساس و شکر فضیلت لباس اول علی عظیم اولان معمود محمود و اول موجود مسجوده مخصوص دور که علم نبوت و رعایت ولایتی صحن فتوت و هدایت افراشته و رقم حقیقت رسم فراست و الهامی صحایف درون علما و ارواح حکیمانه نگاشته ایل مکددر و درود خجسته و ورود تکمیل خلایق و تحصیل حقایق بابنده نطاق روحانی تاق اجتهادی میان جان بسته و بطان مناهی و ملاهی دست هوایت یبوست لرنده. ببخشید من دیگه نمیدونم. آلات نصر آیات تأیید الهی ایله شکسته دولان زمره انبیا و اولیایه و خاص جناب رسالت صاحب رسالت زاب خاتمی مستعاب حضرت محبوب خدا محمد مصطفی علیه و خیلی زیبا نوشته این رو، من نمیتونم مصطفیش رو خیلی بخاطر همینجوری گفتم. علیه و آله و اصوله و فروعه افضل تحیات تحیایه منصوص در
بی منت کس فیض سرشار عین الحیات اقدس. خیلی داره دیگه اون بذارید یه ذره بریم پایین تر ببینیم در چی امامت و سر بر خلافت ده سرور و مدینه رحمت در افنده وطن افتره وطن پرور اولیدلر. رضا سالکان طریقت سلامت و مالکان حقیقت سعادت اولان کاملان آنهانه آکهانه پوشیده دگیلدر که علم شریف آسمان ماهیت انسانیده تابان بر ستاره سیاره روشنتر و چمستان حقیقت سبحانیده شگفته برغنچه سربرگ بیخار لطف پروردر. پس هر نفس ناطقه چه زبور علم و حکمت لآرایش بله منتظم سلک ملائک و واجبین استعدادنده رقم سعادت ایده مرسوم اولان اهل کمال سرنده مسلک اولور. آقا از نظر در زبان فارسی هم یه چیزایی هست که تلاش میکنن کلمات رو آهنگین بنویسن، جمله ها رو آهنگین بنویسن و خب داره تعریف میکنه دیگه از حضرت پیغمبر و از حضرت علی و اینها تعریف میکنه، براشون حسنات و اینها مینویسه که البته هم داشته اند. حالا اینجا چی گفته؟ و هر کتاب خیلی خوب نوشته شده. واقعیتش اینه که کتاب رو میشه خوند، خیلی سنگین ننوشته، هر کلمه رو باید نشست و درک کرد و حالا عربی هستش اکثرا، میدونی که این کلماتی که نوشته شده اکثرا مثلا این نگاشته به نظر میاد که فارسیه اما نگاشته نقش شده، از نقش کلمه نقش به نظرم گرفته شده، این شده نگاشته بوده شده نکاشته. حالا اول امیر المومنین امام المسلمین یعوب الواصلین، حالا این یعصوب الواصلین ممکنه باشه مطلوب الکاملین میدونید دوستان علت این که یه علتی که اینو نمیتونم بعضا با مشکل میخونم، علاوه بر اینکه رسم الخط استاندارد نیست، یعنی اون صداها رو روی این خطوط نذاشته تا ما ببینیم صدا چیه. دوم که دست نوشته هست و من خب با این کتاب آشنا نیستم، برای اولین بار این کتاب رو دارم باز میکنم. سوم که هنوز من اصلا زبان ترکی نخوندم که حالا علمیشو، این تخصصی، خیلی تخصصیه. هر کلمه‌ای که اینجا نوشته، حالا من زمان شاه یادم دیگه، اینها رو تو مدرسه یا جا می نشستن تو حوزه علمیه، ببخشید اینها رو توضیح میدادن به ما چیه. بعد از انقلاب بود البته دیگه، شاه تازه رفته بود و اینا خیلی ازش نگذاشته بود و این جمهوری اسلامی هم به این وضعیت نیفتاده بود که اینقدر جنایت و شقاوت به نام اسلام بکنه و اینا. استادهایی که با درس میدادن این کلمات رو دونه بدونه توضیح میدادن. حالا ما اینا رو نمیدونیم، اینها هم تخصصی، نمیدونم یکی از عرفان، یکی از قرآن، یکی از فلان جاست، یکی از بهمان جاست. اینها رو تا خود گفتیم که هر کلمه‌ای که از دهان ما برمیاد، به خصوص در زبان ترکی و عربی، این کلمه یک کلمه ساده نیست که مثل تلفن باشه بگیم که آقا این تلفن هست، این تلفن، حتی این تلفن هم تو ساده نیست. بلکه این تلفن وقتی میگیم یه تاریخ داره، از گراهام بل این تاریخ خودش آورده، تلفن چی بوده،
بعد این چجوری به این تبدیل شده، این یه تاریخ رو بخوره، در این حال یه فرهنگ رو میاره، در این حال ممکنه که مثلا این نه، ولی بعضی از کلمات احتمالا این خود این مسیحیت رو با خودش میاره و جنگ جهانی اول رو ممکنه با خودش بیاره، جنگ جهانی دوم رو خودش بیاره، سرمایه‌داری رو با خودش بیاره، ارتباطات. آقا هر کلمه در اسلام، زبانهایی که اسلام درشون دخیل داره، رنگ اسلام رو داره، رنگ مذهب اون جامعه رو داره، رنگ تاریخ اون جامعه رو داره، رنگ معنای درون اون. مثلا شما وقتی میگید فاتحه یه تاریخ داره در زبان عربی، بعد تبدیل میشه به یک اسم یک سوره، بعد تبدیل میشه به یک سمبل برای اینکه یه فاتحه بخونید، یه سوره رو بخونید برای یه مرده. اسلامیه، در این حال به معنی باز کردن هست، فاتحه به معنی باز کردن هست، معنی داره، از جامعه عرب برخواسته، این اومده در جامعه ما. جامعه ما چه معنی پیدا کرده؟ این که مثلا هر وقت بگی فاتحه با این صدا بگید یعنی که فاتحه بخون، ولی اگر مثلا بزنیم فاتحه الکتاب یعنی دیگه اون فاتحه نیست، این فاتحه است. متوجه میشید؟ حالا هر کدومه وقتی میگیم و فیض روحانی لری، نه برای انتصاب، حالا این چیه؟ انتماع için، انتصاب و انتماع için وسیله وسیله. اول امیر مومنین امام المسلمین یعوب الواصلین مطلوب الکاملین آرج معارج اللاهوت و دارج المدارج الناسوت. حالا بیا بگو که آقا این آرج چیه، معارج چیه؟ ببینید با هم بازی میکنه کلمه ها. لاهوت چیه، دارج مدارج، ناسوت چیه، این ناسوت چیه؟ فاتحه کتاب ولایت، خاتمه مصحف و وصایت، مرکز دایره سیادت، قطب فلک خلافت، قاضی محکمه قضا و قدر، همراز حضرت سید البشر، شمع ضیاء دار فصاحت، سر و چمنزار بلاغت، سرو چمنزار بلاغت، آدم اولیا، خاتم اصفیا، اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب، کرم الله وجهه و سلام مولاه علیه و علا من ینقرب الیه. نظم اینجا میگه، شعر میخواد بگه، حالا شعر رو میاره. نبی مدینه علم و علی در ستا اورا، علی در ستاره، علی در است او را، فارسیه. نبی مدینه علم و علی در است او را، او گوشواره ارشنده، دو گوشواره ارشنده خلقه درا در وا. جنابلرinin دیوان اشعر حقایق اشعارلeridir ki kelam Ali kelam ala ve ma قاله مرتضا حکمینجه مسلم فصحای عرب و مقبول بلغای ادب. 1000 بیت معموری مشتمل بر بیر مدینه. ببینید چه آهنگی در کلمات این نویسنده هست. با این قدرت عظمت داره میگه آقا من میخوام اینجا از حضرت علی، اشعار دیوان حضرت علی، یه چیزهایی رو بیارم. 1000 تا بیت گفت مثل این که ها، دو گوشواری شنده جنابلرinin دیوان اشعار حقایق اشعارleridir ki کلام علی و ما قاله مرتضا حکمینجه مسلم فصحای عرب و مقبول بلغای ادب. 1000 بیت، بله 1000 بیت معموری مشتمل بر مدینه و 100 بحر مسحوری
حاوی بر سفینه در چی؟ نظم، جن نظم، حالا بازم نظم میگه، اینجا داخل پارانتز گذاشته بود، اینجا روش خط کشید. غرائب آیات رغایب حکمه، به نجائب غایات کتاب نزهه، جوامع آثار لوامع غره، سوامع اسرار قوامع غره غزه عزه، اوصافی موصوف در سلاله سلسله سنون، iki zat şerifine bir mader seyadetin، bir mader در سیادتن توأم ولید و پیکری در، دو پیکری یا خود آبیاری جود ایله پرورش یافته. آقا ببخشید دیگه، اینها رو برای اولین بار آدم باید بخونه، با ادبیاتش آشنا بشه. وقتی که آدم با یه چیزایی که آهنگینه یه مقدار بخونه، یکی دو صفحه بخونه، چشش عادت بکنه، مغزش عادت بکنه، یواش یواش با کلمه ها آشنا میشه که این حالت آهنگینه، این بعدیش چی میتونه باشه، خودش هم مغز ما میتونه حدس بزنه. حالا آقا این میاد دیگه شعرهای حضرت علی رو شروع میکنه به دادن. کتاب خیلی جالبیه، تخصصی هست. چرا تخصصیه؟ برای اینکه اولا زبان عربی رو میخواد به ترکی بنویسه، دوم اینکه اشعار رو میخواد ترجمه بکنه به ترکی و توضیح بده، از این جهت هم تخصصیه. سوم اینکه این اشعار و این کلماتی که این آدم در توضیح به کار خواهد بود، هر کدوم از یک جایی، از یک مکتبی، از یک مکتب فکری، از یک مکتب ایمانی عقیدتی به آریت گرفته شده، اینجا کنار هم اینها رو چیده به یک، از نظر گفتم با اینکه شعر نبود اینجا، تا اینجایی که خوندیم با شعر نبود که، ولی واقعیت اینه که اگر یکی که یه ذره به این کلمات آشنا باشه بیاد این رو مثل شعر میخونه. یعنی مثلا همین الان اگه برگردیم ببینید، جنابلرین her biri iltimasla kuvvetin laziminden biri ile imdad bu eyb şikست زبان با عبید شکسته زبان مستقیم زاده سعدالدین سلیمان. نگاه کنید آهنگینه، با عبید شکست زبان مستقیم زاده سعدالدین سلیمان، اسعد الله المنان فی طریق شریف به حقیقت العرفان، داعی عباد بی استعداد حقنده حسن زنیلری سببیل روحانیت آنه دلاندن آگه دلاندن استجاب فتوه و استمداد ادرک بیر ترکی شرح تحریر. و ببینید حالا اینجا دیگه خودشو معرفی کرد و گفتش که حالا البته اینجا یه چیزایی هم این بالا بود، اخوان مودت مردم انسانیتی و یازات آدمیتون دو دست یمین کرامتی، اخوان خلا نمزدن، حالا این چیه، خلوتی سنانی و سعدی شیبانی، ایچی شیخ احمد حفظهما الله الاحد به حرمت جدهما الامجد و وصیت الاسد، جنابلرinin her biri iltimasla kuvveteyn lazimetinden biri ile imdاد و بو عبید شکست زبان مستقیم زاد. یعنی نگاه کنید خیلی چیزه جالب نوشته، انصافا حالت شعری داره متن، و اینکه خیلی عرض کردم تخصصیه به نظر من، چون که هر کدوم اینها خب حضرت علی رو ما اعتقاد داریم بهش دیگه. حضرت علی امام اول شیعیان هستش، خلیفه چهارم هستش، سنی ها بهش اگر بیشتر از
عمر و ابوبکر و عثمان احترام نذارن کمتر احترام نمیذارن و سخنی که مستند باشه که حتما سخن حضرت علی هست بیچون چرا مورد قبول سنی هست. به هر حال این 600 حدوداً صفحه در شرح اشعار حضرت علی قلم زده. به نظر من آدم واقعیتشو بگم، من هر روز دارم بیشتر به این نوع کتاب ها عشق می‌ورزم و دلم میخواد که یه اتفاقی بیفته، بشینم فقط این کتاب ها رو بخونم، بنویسم، حتی اینها رو آدم یه قدرت مالی داشته باشه بیاد اینها رو بیاد تبدیلش بکنه به حروف امروزی، یعنی این خطی دستخط اینو تبدیلش بکنه به چاپی و در دسترس مردم قرار بده و بعضی از کلمه ها رو در رابطه با اون کلمات یه توضیحی بنویسه که آدم ها به راحتی، آدمی مثل من به راحتی، و این رو مثلا بیاد حتی صداگذاری بکنه که آدم هایی مثل من که بی سوادن در زبان ترکی بتونن اینو بخونن. البته میبینی که این درش زبان فارسی هست، زبان عربی هست، زبان ترکی هست، حالا احتمالا زبان های دیگری هم باشه، چون نمیدونم. حالا من میخوام حالا یک شعر از این رو بریم صفحه 50 این کتاب ببینیم. تو صفحه رفتیم صفحه 200، بریم صفحه 150 دیگه. حالا البته خودش اینجا 295 گفته، این 296. بذاری همینجا ببینیم چیه. حضرت علی گفت ترجمه: عجب bir امر ناشایسته gördüm münker ol bedkar دروغ بر خدادر kim ağadır der sahipleri nacar یسترگو سمعه و یخش البصر. یسترگو سمعه، چقدر حرف جالبیه. شنوایی را دزدید و یخش البصر، و چشم را غشی کردن. یخشا از همون غشه، حالا من اینجوری تعریف بکنم، نمیدونم کاملا. چشم را بست. ما کانا یرزا احمد و لو خبر. حالا اگه شعر بخونیم اینجوری میشه: یسترگ السمع و یخش البصر ما کان یرزا احمد و لو خبرا. شعر اینه. یسترق کلمه رو اول معنی میکنه. یسترق یعنی چی؟ یسترق سرگدن، افتعالون مضارعی دور. سرگه از باب افتعال، ریشه سرگه هست. سرگدن از ریشه کلمه سرگ، سرقه، سرقدن از حالا به جای اون صدای فتحه ه گذاشته. یسترق از ریشه کلمه سرقدن، از سرقه، سرقه، افتعال از باب افتعالون مضارعی در آینده هستش. مضارع، فعل مضارع از ریشه سرقه در باب افتعال. که گلاق گرسنزی hırsızı، که گلاق hırsızı، که گلاق hırsızı یعنی hırsız یعنی دزدی. گلاق hırsızı یعنی سارق خبر. یعنی گلاق hırsızı یعنی چی آقا؟ یعنی دزدی گوش. یعنی چی؟ میگه یعنی سارق خبر، یعنی یعنی این آدم ها اجازه نمیدن یا گوش میکنن به این خبری که شما دریافت میکنید، یا به این معنی است. حالا ببینیم در خود ادامه چی میگه. یا اینکه نمیذارن خبر به گوش شما برسه. این دو معنی رو من اینجا میتونم از این سارب خبر olur demektir. Lakin
bunun da lazimi yani lازمه این که این باشه چیه؟ مراد دور کی؟ مراد اینه که استراق حس و تحقیق اولندکده قطع کلام اولونور. میگه وقتی حالا ببینید همین چیزی که من گفتم مراد او دور کی استراق حس، استراق یعنی گوش میدن به حرفت و تحقیق اولنده و اگه روش تحقیق بکنیم اولندکده یعنی وقتی تحقیق بشه روش بحث بکنیم قطع کلام اولونور یعنی اجازه نمیدن این حرف به گوش شما برسه. هر دوتا درسته تا الان کلام اولور. پس مانع صحبت اولور دمکدور یعنی مانع میشن که صحبت بشه، به این معنی است. و یغشا چی هستش؟ معجملر ایله ستر ادر. این معجمه هستش، با معجمه ها ستر میشه یعنی پوشیده میشه. و یغشا تقدیم مهمله ایله نسخه علوب. و این یغشا تقدیم مهمله اون حرفی که حالا مهمله اون اومده اولش جلوتر اومده، تقدیم مهمله ایله نسخه علوب نوشته شده، نسخ شده. علیل ادیر، این علیل میکنه، اون مهمله میاد اینو علیل میکنه. حالا این مربوط به ادبیات عربیه که بعضی از حروف میان اینو مهمله هست میاد این علیلش میکنه و از این حرفا. این تو عربی هستش، من حالا یادم نیست، من این رو شاید حدود 50 سال نگیم 45 سال پیش خوندم این قضایا رو، در نتیجه اجازه بدید که از یادم رفته باشه دیگه، فراموش کرده باشم. ولی میدونم که علیل در زبان عربی یک فعل هایی که حالا اله میگن، یه اله اومده اینو علیل کرده و اینا. مانع نظر علور، این هم مانع نظر میشه، یه علتی میاد باعث این میشه که چشمتون نظرتون مانع بشه ببینه. یعنی اول کذب منکر هر وچله صفای اهل عرفانه کدر verir demek olur. یعنی demek olur ki یعنی میتوان گفتش که هر دروغی و منکری به هر وجهی به هر صورتی صفای اهل عرفان رو کدر میکنه، خراب میکنه. که جواب اجونجی بیت دور، این جواب بیت سوم هستش. ترجمه کیه؟ ادر هم استراق سم و دهری چشمه تار ایلر. حالا شعر حضرت علی رو به ترکی ترجمه کرده، خود شعر گفته. ترجمه اینه ادر هم استراق، هم گوش استراق سم، هم استراق سم میکنه و دهری چشمه تار ایلر. و داهی چشمه چشمه تار ایلر یعنی این چشم رو هم تار میکنه. آنا راضی دگل بیر وچیله هم احمد مختار، میگه به اون راضی نیست، به استراق سم و این چشم احمد مختار یعنی حضرت محمد، اینجا به نظرم این میاد، به هیچ وجهی بر اون راضی نیست. شعر دیگه ببینید، این شعر رو اومد اول کلمات عربی رو داره ترجمه میکنه به ترکی، بعد میاد معنیشو میگه که آقا این معنیهاش چیه، تفسیر میکنه، بعد برای شعر ترکی میگه. برای اینکه حضرت علی رو در ترکی بفهمیم، اون رو بدون اینکه معنیشو عوض بکنه شعر ترکی میگه. این تعدلو وسیه ول ابترا شأن النبی ول عین احزارا الاحرارا. شعر به حضرت علی منسوب. دوباره حالا میاد اینجا، ببینید چقدر درش توضیح میده، نگاه کنید، از اینجا توضیح میشه، این صفحه میاد، این صفحه کامل هم توضیح اون کلمه است. ببینید چقدر این کتاب خیلی مهمه، برای اینکه شما از هر جهت، یعنی از نظر دینی، اسلامی، تاریخی، تاریخ قبل از اسلام، تاریخ بعد از اسلام، از نظر اسلام، از نظر احتمالاً
مثلا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم، احتمالاً اینها. بعد احتمالاً بعد از اون چه تغییراتی رخ داده. نگاه کنید همین شعر ادامه داره. این صفحه نگاه کنید شد نیم صفحه، این صفحه یک، این صفحه دو، صفحه یعنی از صفحه 295 شروع میکنه این بند شعر رو توضیح بده، میاد به صفحه 96، 296، 297، 298 اینجا تموم میکنه. ترجمهش چیه؟ وسیع مصطفی ایله برابر اوله ابترلر بیانمک دشمنی یعنی لعین شبیره بیار. حالا اینجا رو من نفهمیدم راستش. اگه بخوام من حتی این ترکی شعر ترکی رو بفهمم باید این 3 صفحه‌ای که حداقل 3 صفحه، حدود 4 صفحه‌ای که درباره شعر بالا گفته بود و شعرهای قبلی گفته بود اونها رو بخونم تا برسم به یه شناخت، یه ذره شناخت پیدا بکنم در مورد اینکه خود نویسنده که اسمشو گفت در بالا اون چی میخواد در مورد شعر حضرت علی بگه. حضرت علی چی گفته که این داره این همه توضیح در مورد، اگه بشماریم اینجا مثلا چند صفحه، 1 کلمه، 2 کلمه، 3 کلمه، 4 کلمه، احتمالا 5 کلمه، 6، 7، 8، 9، 10 کلمه و 2-3 تا حرف، 2 تا واو. ببین در مورد 10 کلمه چقدر این تلاش کرده به ترکی توضیح بده. اگر حضرت پیغمبر اخبار ایلیه دور ایلیهler rızadan olmayacağı az her dür demektir. Olmayacağı az her dür demektir. Mengebeyi Amr ibn As sahabi zeki ve tariq حلیه حربی غایت خوش biliyordu و قتالی حضرت عثمانون شهادتینی و جناب مرتضانون خلافتی و معاویینین دخیل مخالفت و عدم اطاعتی گوش ایلدikte oğulları محمد و عبدالله ایله بو بابیده مشورت ایلیوب حضرت حیدر کرار tarafine mi darlık manasıdır. Taraf mi darlık manasıdır. Yoksa Muaviye'ye mi gitmek olardı? O gitmek oladır. Oğulları Hazreti Ali semtini tercih ediller, tasdik eyledi. Lakin dedi ki Ali. ببینید یعنی همونطور گفتم تاریخ رو میاد اینجا میاره کانت قریش یوم بدر جزارا الى عوام الحرب یوما هزارا. دوباره این شعر حضرت علیه، حالا اینجا توضیح میده. خیلی کتاب، این نویسنده خودش آدم قدریه، خیلی قدرتمنده. اولا طبع شعر داره، ثانیاً عربی رو خوب میفهمه، ثالثاً اومده تاریخ رو داخل اشعار آورده که این شعری که این حضرت علی گفته چه ربطی به تاریخ داره. همونطور که عرض کردم هیچ کلمه‌ای خالی از تاریخ نیست. ما نمیدونیم، مثلا من نمیدونم چیز یعنی چی، کلمه چیز یعنی چی، اما این یه تاریخ داره. کسایی که احتمالاً زبانشناس هستن روی این کار کردن احتمالاً میتونن بگن که آقا چیز در چه تاریخی پیدا شده، در مورد چی بوده، در بعد چرا الان به چیز چی میگیم مثلا. خب اجازه بدید بریم، خیلی طولانی شد، بریم صفحه آخر کتاب. حالا اینجا ابوالحسین خب ببینیم این چیه. یه شعر از حضرت علی دیگه، یرزا به سادت من اهل الیمین یا یمن
من ساکنی نجد و من اهل العدن ابوالحسین فاطمی حسن. این شعر حضرت علی خیلی هم آهنگینه. ساده سیدون جمعی در سادات gibi Yemen بلادی Arab'da ummaniden Behran'a ve varınca müteaddid beledlerin ismidir. حالا جغرافیایی هم طور توضیح میده، یعنی شناخت جغرافیایی که این یعنی چی. حضرت علی در اینجا یمن گفته، این یمن به کجاها گفته میشه. خیلی آدم واردیه. آقا باید این کتاب رو خوند تا علی رو یه ذره فهمید. من به نظرم مادامی که این کتاب رو نخونه آدم نمیتونه نهج البلاغه رو بفهمه. بریم صفحه آخر ببینیم که این کتاب آخرش چجوری تموم میشه. الباب بیان بیان yürün övünmesi durun ağrısı ve sinci için yazıp. حالا اینجا الباب بیان yürün övünmesi ve yürün. حالا این yürün یعنی چی نمیدونم. Yürün ve yürün ağzısı ya ağrısı ve sinci için yazıp. İtre ve vehme yazıp. İtre ve vehme yazıp getüre mücerrebdür. Bismillah. احتمالا یه دعاهایی چیزی هست. بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له لنريه من آیاتنا و هو السمیع العلیم ما فی البطن محررا مهما این الف این او زب دوباره این یه چیزه. حالا حالت طلسم داره، حالت دعا داره، نمیدونم، حالا یه چنین چیزیه. اینجا اومده الفصل و طلاق. بله من فکر کنم که اینا مربوط به دعا هستش، دعا و جاد و جنبال اینا باشه. نگاه کنید. به نظر من این کتاب رو نخوندم، در نتیجه نمیدونم. من فقط از اینجا اونجا یه چیزایی خیلی کمی در مورد اینجور چیزا دارم. ایتام خواجه محمد افندی این کتاب رو جهت تاریخی نوشته، etmiştir. حالا اینو نمیتونم بخونم، راستشو بخواید بذارید ببینیم. به حضور یا تک حضور آقی ایتام یعنی خواجه محمد افندی işbu kitabı tahrir etmiş 1211'de. اینم تاریخ. حالا یه چیزی نوشته اینجا 175 کتابت کاغذ ücreti. نگاه کنید پول چیز رو نوشته، چقدر پول گرفته. ببینید آدم چقدر آدم چیزی بوده. تحریر etmiştir. اینجا تاریخه، این اسم یه چیزیه ملو، حالا هرچی هست، ایرمالتی چیز، یه تاریخیه. این اسم ماه باید باشه. اینم 16 یا 26 این ماه در 1211 هستش. این امضاش احتمال میدم. اینجا اجرت کتابت یا فکر می‌کنم این اجرت کتابته. 175 هر چی بوده برای نوشتن این، حالا طلا بوده چی بوده دیگه، 175 بوده. کاغذ من این بحثا رو قبلا انجام داده بودم، حالا الان داریم میبینید. ببینید کتاب رو که نوشته، حالا چقدر طول کشیده، ممکنه 3 ماه 6 ماه 1 سال طول کشیده باشه. این 175 داده، حالا نگفته که این طلا بوده چی بوده، نمیدونیم. 175 تا
اجرت کتاب بوده، 70 تا 60 تا اجرت کاغذ بوده. یعنی خود حالا نگاه کنید 175 تقسیم به 60 بکنید، ببینید چقدر گرونه. آدم مثلا 6 ماه 1 سال کار کرده، 175 فرض کن بگونی که طلا گرفته، 175 سکه طلا گرفته. این 175 رو تقسیم بر، بذارید تقسیم بکنیم اینو. کلکولیت کجاست؟ این کلکولیت بیاریم. من ریاضیم خیلی ضعیفه دوستان. انگلیسی هستش دیگه. حالا کلکولیت. خب بذارید ببینید چی میشه. 175 رو تقسیم بر 60 بکنیم که کاغذ رو خریده، متوجه میشیم که چقدر کاغذ گران بوده. آقا 2 ممیز چی؟ 60 میشه 120. چرا این میشه 3 حدود 3 2.91 3 برابر. آقا دستمزد کاغذ به قدری گرانی که خود قیمت کاغذ 1/3 دستمزد این آدم بوده. جلد هزینه جلدش 20 تا بوده. یعنی بیان اینو جلد اجرتی 20 تا بوده. این 1 تن فکر می‌کنم یعنی تماما حق کل این کتاب در اومده 255 طلا مثلا سکه. 1 تن، 1 کن، شاید هم 1 کن باشه. 1 کن یعنی در جمع، بله 1 کن یعنی جمع. خلاصه بکنیم 200. پس خیلی اطلاعات جالبی داده در مورد این کتاب. آدم بسیار، من اینو شریف دیگه میگم دیگه. کتاب در این تاریخ نوشته شده، حالا اینو اضافه شده بهش. آیا خود این نویسنده اضافه نکرده؟ نگاه بکنید نویسنده خطش اینه، اینجا هم با خط همین نوشته شده، از اینجا به بعد خط ایشون نیست. نگاه کنید، من کوچیک بکنم مقایسه بکنیم. این خط رو مقایسه بکنید با این خط، نیست. حالا اینجا اومدن دعا نوشتن. الان من بی سوادم فکر میکنم که خود اون نویسنده که حضرت علی رو نوشته اون رو نوشته. نه این نیست. الباب بیان göz ağrısı için 7 kere 7 kere 7 باید این رو بگید برای چیز okuyup ağrıyan gözün üzerine üfre. میگه اینو بخونید و بر چشمی که داره درد میکنه فوت بکنید. و yazıp suyun içine اینو بنویسید، بذارید تو آب حل بشه، بعد بدید بخوره. و yazıp başında götüre، میگه که اینو بنویسن و بالش سرش اینو همراه خودش ببره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. این دعا برای اونه. الباب بیان یرگا بیرگادن حملینی وز اده مثلا بونی یازوب. اگه یه خانومی گادن نمیتونه بچهشو به دنیا بیاره، خیلی درد داره میکشه، میگه این دعا رو بنویسید براش. حالا اینجا زیرشم و بونی یازوب ایچره، اینو هم بنویسید بدید چیز بکنه. و بونی یازوب ساخ الینه ساخ الین پاشو حالا چی دیگه بقیهشو خسته شدم دیگه نمیتونم. ظهور دو پارماغنه باغلینجاق بلوری بودور. حالا یکی هم باید بنویسه برای ظهور دو، یعنی اینو بنویسه و به بند انگشتش ببنده. دیگر وضع حملی چون یازوب ساق علینه. حالا یکی هم بنویسه این رو هم به دست سمت راستش بدن. نوع دیگر اورت حملینی وضع مثلا حالا غلط هم نوشته. اونجا بالا درست نوشته بود ولی این پایین غلط نوشت. خب به هر حال جادو جنبل و دارو دعا و اینجور چیزا هستش. باشمعون یاشمعون له، اینم رفته به طرف یهودیت دیگه. این یشمعون عرب یهودیه، صداش به نظر من یهودی اومد. خب حالا آقا اینم از این.
اینم که دیگه آخرش رفته به سحر و جادو دیگه. خب هیچی، این آدم اومده، یا آدم بی سوادی مثل من بوده، اومده از حضرت علی کتاب حضرت علی رو که به این گرانی بوده، به این گرانی بوده، 255 سکه طلا مثلا دادن بهش، یعنی این کتاب به 255 سکه میخرید. واو، نگاه کنید، فرض بکنید که الان شما بخواید 255 سکه خمینی چیه اسمش، سکه شاه بود، یه دونه سکه خمینی هستش، یا آزادی چیه، شما فکر کنید برای خرید یک کتاب 255. حالا این فقط هزینه این کتابه، حالا یه فروشنده هم هزینه میخواد آخه، اونم یه سود میخواد، اونم یه 10 تا میخواد برای خودش. نگاه کنید این میشه مثلا، حالا نه دیگه این همون کتابه دیگه، این فروشنده نداره، اون زمان فروشنده نداشت. حالا فکر کنید که الان مثلا این چقدر میشه، 255 تا سکه طلا برای یک کتاب، هر کدوم 70 میلیون بذاریم. ماشین حسابو چیکار کردیم؟ ماشین حسابو بستیم، ببینید کتاب چقدر گرون میشه. 255 سکه ضرب داره، حالا میگن که 80 میلیونه، 90 میلیونه، چقدر میلیون، بگیم که 80 میلیون، 70 میلیون هستن بذاریم 70، اینم میلیونش مساویس با چقدر آقا؟ 17 میلیارد و 850 میلیون تومن. الان شما فکر کنید میخواید یک آقا چقدر، خیلی خیلی این پدران ما خیلی زحمت کشیدن، خیلی عاشق علم بودن، خیلی عاشق علم بودن، خیلی عاشق علم بودن. برای همینی که علم در نزد شاهان اینا خیلی اعتبار داشت، برای اینکه این آدم باید این همه هزینه میکرد، میرفت درس میخوند، کتاب مینوشت. نوشتن کتاب برای همین خیلی ارزش بود. حالا عزیز جان اینجا هم یه تاریخ، من متاسفانه الان چشم من دیگه نمیبینه، نمیدونم علتش چیه، چشم من دیگه نمیبینه الان، حروف قاطی شد، فکر میکنم یه مشکلی داره پیش میاد. همینجا تمومش بکنیم برای اینکه یه اتفاقی داره برای چشای من رخ میده. من الان قاطی کردم حروف رو، ولی یه تاریخ اینجا میبینم، یه تاریخ 1186 دارم اینجا میبینم در این صفحه. روزتون بخیر، خدا نگهدار.